تو دهه 50 میلادی تولید کننده های سیگار و تنباکو خودشون مصرف کننده نبودن به احتمال زیاد، ولی تبلیغات خیلی گسترده‌ای میکردن که چقدر سیگار خوبه، چقدر آدم آروم میکنه و هزار یه خاصیت واسه سیگار پیدا کرده بودن که به صورت گسترده تبلیغات سیگار دخانیات میکردن. تولید کننده مواد مخدر و قاچاقچی مواد مخدر هم تا جای ممکن خودشون مصرف کننده نیستن، چون میدونن که اگر مصرف کننده بشن نابود میشن. تولید کننده این فیلم های پورنوگرافی هم مطمئنا خودشون و خانواده‌شون این فیلم رو نگاه نمیکنن، چون خودشون میدونن چه کثافتی دارن درست میکنن. مثلا تصور کن یه تولید کننده فیلم پورنوگرافی اگر بفهمه پسرش روزی 2 ساعت داره این فیلم رو نگاه میکنه و روزی 4 بار به خودش برمیره، مطمئنا ناراحت میشه. بدون پرده دارم باهات صحبت میکنم. آره، اون یک لحظه تصور بکنه تولید کننده فیلم پورن بفهمه دختر خودش داره فیلم پورن نگاه میکنه، قطعا ناراحت میشه، یا همسر خودش. چیزی که خودشون درست میکنن خودشون استفاده نمیکنن، چرا ما نگاه کنیم؟ بعضی فکر میکنن دیدن فیلم های پورنوگرافی یک جور خوشگذرونی یا گذروندن وقته. همچین چیزی نیست، داره مغزتو داغون میکنه بنده خدا. حافظه کوتاه مدت تو یک نگاه بهش بنداز، داغون شده. خیلی تاثیر وحشتناکی رو حافظه کوتاه مدت داره. اعتماد به نفس و خیلی چیزای دیگه، بی‌حوصلگی، عصبی بودن، بد اخلاق بودن، مال تماشای فیلم پورنه. خودشون نگاه نمیکنن، تولید کننده‌اش نگاه نمیکنن.